بینندگان عزیز، شروع از هفته نو و مسافران نقلیات مسافرکش شهر خوجند دیگر حق ندارند که مثل من حالا از در مابین و یا آخر اتوبوس مسافرکش به اتوبوس وارد شوند، چون که طبق قاعده نو باید با پرداخت غیر نقدی با همین گونه کارت باید به تجهیزاتی که علاقه نصب گردیده است پول را پرداخت نمایند و به اتوبوس وارد شوند. نرخ یک کارت 10 سامانی است، ولی در حساب آن 6 سامانی ذخیره دارد. صابر جان یک ساکن شهر خوجند که همه روزه به اتوبوس می نشیند، الکی کارت را خریده است و پول سپاری غیر نقدی را تجربه می کند. دیگر مسافران نیز با استقبال از این پدیده میگویند اکنون از بعضی نافهمیان و بحث با پولچینکچیان و رانندگان خلاص خواهند شد. کلی کلان که در آدگاه کانتریدارا مایده که نمیتونه جنجال میشه کار بکیده آدم میشه نیست تمام صاف بهتر کنید. ولی این شیوه نوی پول پرداخت کنی 65 نفر پولچینک ها را که قسمی از آنها زن هستند مایوس کرده است. برنا حکیم و به حیث پولچینک در یک روز تا 30 سامان حق پولی میگیرد و از آن نگران است که با آمدن فصل سرما بیکار میماند. من اصلاش که رسیه رونده بودم، راه این خیلی روز شد، من مجبور همین کار به درام دارم. اگر من خانه و اشته کار خانه میکردم و رسیه رفته میامدم، برای همین من مجبور درام دارم. مسئولان کارخانه نقلیات مسافرکشان شهر خوجند میگویند این طرح نو جزئی از شرط‌های سازشنامه امضا کرده آنها با بانک اروپایی تجدید و رشد است که بیش از 26 میلیون دلار مبلغ پرداخت کرده است و 70% آن را باید دوباره بازپس بگیرد. ولی از سوی دیگر ناشفافی کار رانندگان و پولچینکچیان آنها را وادار به این نمودی پرداخت نیز کرده است. اكو هر یک اتوبوس که کار میبره مثلا باید به خراجات و چیزش وارد هست. از وای درآمد آمدنش تا ما باید اندازه دولتی سپریم، راننده معاش دیم، باید دیگر خراجات استیصال کارخانه باید به نظر گرفته شود. وقتی که راننده هم نقشه‌ای مبلغ درآمد نمیاد، این البته برای کارخانه ضرر میشد. همین حالات شد ما یکسان حالات تا هم راننده ها کردیم شرطنامه قطع کردیم. اجراچی این لایحه شرکت اوستا گروه است و حالا 12,000 کارت های راهگیری پولی را به فروش برآورده است. به گفته مسئولان به عمل شوی لایحه بیش از 300,000 دلار مبلغ جدا گردیده است و مبلغ راهگیری هم به شرکت بانکی دوشنبه سیتی که نیز یک شاخه آن است انتقال می‌یابد. سپس با گرفتن حق خدمترسانی شرکت پول باقی مانده به حساب کارخانه می‌گذرد. شرکت ما گروهی تفتیشاتی نظارتی تشکیل کرده شده است. آنها هم با واسطه تجهیزات مخصوص پست ترمینال ها وارد نقلیات گشته همه آن شخصانی که مسافرانی که در نقلیات نشستند کارت های آنها را میسنجند. اوستا گروه سال 2016 تأسیس یافته تاکنون بخش‌های مهمی را به مانند وارد کردن مسافربرهای بزرگ ایسوزی و اکیه به کشور، تولید آب سیامه، پرداخت حق راهگیری به واسطه کارت‌های پلاستیکی در نقلیات جمعیتی دوشنبه و اینک خوجند نیز زیر نظارت دارد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضعلی حبیبوف ثبت شده مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. سامانه های نزدیک به مخالفان تاجیک در خارجه آخر سال گذشته در دو مطلب اشاره کردند که محمد میرزایف از پیوندان خورشید میرزایف معاون پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی است، ولی مقامات این را تصدیق یا رد نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.